به دیپکست خوش اومدید. سلام به شما و شنوندگان. امروز خب طبق تحقیقاتی که با هم انجام دادیم میخوام یه سفر عمیق داشته باشیم به دنیای ونسان ون گوگ. بله، یه دنیای پر از شور و هیجان، گاهی هم تاریکی البته. دقیقاً. میخوایم ببینیم پشت اون رنگ‌های خیلی زنده و اون ضربه‌های قلم خاصش چی پنهان شده. و نکته جالب همونطور که گفتی، این تضاد بین شهرت عظیم امروزش و اون گمنامی و سختی که تو زندگی خودش کشید. آره خیلی عجیبه واقعاً. خب هدفمون چیه امروز؟ هدف اینه که یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به زندگیش، چالشاش و خب اون میراث هنری فوق‌العاده‌اش. عالیه. خب پس شروع کنیم با یه سری اطلاعات پایه. ونسان ون گوگ متولد 1853 هلند. درسته؟ بله، و در 1890 توی فرانسه فوت کرد. نقاش پست امپرسیونیست. آها، پست امپرسیونیست. یعنی بعد از امپرسیونیستا اومدن و بیشتر روی احساسات شخصی و اینها تمرکز داشتن. دقیقاً. با رنگ‌های روشن کار می‌کردن ولی خب بیان احساسات براشون اولویت داشت. خیلی شخصی تر بود کاراشون. و اون واقعیت شگفت‌انگیزی که همیشه منو متعجب میکنه، تو کل زندگیش فقط یه نقاشی فروخت. تاکستان سرخ. فقط یکی. آره، این واقعاً تکان دهنده است. به خصوص وقتی می‌بینیم بعد از مرگش چقدر روی هنر مدرن تأثیر گذاشت. مثلا روی چه جنبشایی؟ ببین، مشخصاً اکسپرسیونیسم و فوویسم، یعنی جنبش‌هایی که خیلی روی بیان شدید احساسات با رنگ و فرم تاکید داشتن. که خب این کاملا با کارهای ون گوگ همخونی داره. دقیقاً. و تحقیقات نشون میده که احتمالاً از یه سری مشکلات روحی رنج می‌برده. شاید چیزی شبیه اختلال دو قطبی امروزی. که این حتما روی زندگی و هنرش سایه انداخته بوده. بدون شک. یعنی اون فراز و نشیب‌های روحی توی اون ضربه‌های قلم پرشور و گاهی آشفتش دیده میشه. خب برگردیم به اول زندگیش. خانواده‌اش مذهبی بودن؟ بله، و یه رابطه خیلی نزدیک و حیاتی با برادرش تئو داشت. تئو هم حامی مالیش بود، هم حامی عاطفیش. خیلی مهم بود این رابطه. آره. نامه‌هاشون هم که خیلی معروفه. جالب اول کارهای دیگر رو امتحان کرده بودا، دلال هنری، مبلغ مذهبی. ولی انگار موفق نبود تو اون کارا. همین شکستا شاید بیشتر هلش داد سمت انزوا و اون بحران‌های روحی. تا اینکه بالاخره تو 27 سالگی، یعنی سال 1880، تصمیم گرفت که دیگه فقط نقاش باشه. دقیقاً. اونجا بود که مسیرش عوض شد. کارای اولیه‌اش مثل اون سیب زمینی خاران 1885 خیلی حال و هوای دیگه‌ای دارن. آره خیلی تیرن. یه حس سختی و فقر توشه. بله، خیلی زمینی و واقع گرایانه. ولی بعد سفرش به پاریس تو 1886 همه چیز رو تغییر داد. آها، پاریس. اونجا با کی آشنا شد؟ با امپرسیونیستا، پیسارو و گوگن و خیلی تحت تاثیر چاپ‌های ژاپنی قرار گرفت. خب این تأثیر رو چطوری میبینیم تو کاراش؟ ببین، مشخص‌ترینش تغییر پالت رنگیشه. یه دفعه رنگاش روشن شد، جیغ شد انگار. آره، انگار نور اومد تو نقاشیاش و ضربه‌های قلمش هم عوض شد، نه؟ دقیقاً، خیلی پویاتر، پر انرژی‌تر، خطوط قوی‌تر، اون حالت تخت بودن فضا که از چاپ‌های ژاپنی گرفته بود. پس دوره پاریس خیلی کلیدی بود برای سبک منحصر به فردش. قطعاً. بعد از پاریس کجا رفت؟ رفت آرل، جنوب فرانسه، سال 1888. میگفت دنبال نور بهتر و آرامشه. آره، شیفته آفتاب جنوب فرانسه بود. فکر می‌کرد اونجا رنگا رو زنده‌تر میتونه نشون بده. و خب اونجا شاهکار زیاد خلق کرد. خونه زرد، شب پرستاره بر فراز رون. بله، دوره خیلی پرباری بود از نظر هنری. اون رویای جامعه هنریش هم مال همونجاست که گوگن رو دعوت کرد. آره ولی خب اون داستانش خوب تموم نشد متاسفانه. نه اصلاً. تشدید مشکلات روحی ونسانت، اون درگیری معروف با گوگن. که منجر شد به اون قضیه تلخ بریدن گوشش. بله. و بعدش هم که مدتی تو بیمارستان روانی بستری شد. ولی نکته عجیب و شاید متناقض اینه که انگار توی اوج همین رنج‌ها بعضی از بهترین کاراش رو کشید. دقیقاً همینه.
مثلا شب پرستاره، اون معروفترین کارش شاید، مال همون دوران بستری بودن تو سنترمی هست. با اون آسمون چرخان و پر انرژی، انگار آشفتگی درونش رو ریخته بود روی بوم. کاملا. هنر براش یه جور پناهگاه بود. یه راه بیان اون چیزایی که نمیتونست به زبون بیاره. ماهای آخر عمرش رو کجا بود؟ رفت اوورسور واواز، نزدیک پاریس. زیر نظر دکتر گاشه بود اونجا. و اونجا هم دست از کار نکشید. نه اصلا، تا آخرین لحظه ها نقاشی میکرد. کارهایی مثل گندمزار با کلاغ‌ها مال همین دوره آخره. و بعدم اون پایان خیلی غم‌انگیز، ژوئیه 1890، 37 سالگی، شلیک گلوله. بله. یه زندگی کوتاه ولی به شدت طوفانی و پربار از نظر هنری. اما جالبه که شهرتش تازه بعد از مرگش شروع شد. دقیقاً. یعنی نقطه مقابل اون گمنامی زمان حیاتش. نمایشگاهایی که اوایل قرن 20 گذاشتن و مخصوصاً انتشار نامه‌هاش به تئو. آره، اون نامه‌ها خیلی مهم بودن. فوق‌العاده. بیش از 600 نامه که پر از جزئیاته درباره نگاهش به هنر، احساساتش، چالش‌هاش. این نامه‌ها واقعاً یه پنجره بی‌نظیرن به دنیای درون ون گوگ. و همینا باعث شد جهان کم کم بفهمه با چه نابغه‌ای طرف بوده. بله، و تأثیرش روی هنر مدرن دیگه غیر قابل انکاره. اون جسارت تو استفاده از رنگ، اون ضربه‌های قلم احساسی. امروزه هم که موزه ون گوگ تو آمستردام یکی از پربازدیدترین موزه‌های دنیاست. دقیقاً. آثارش هم که جزو گرونترین ها هستن. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، زندگی ون گوگ یه ترکیب عجیبی بود از شور و اشتیاق دیوانه‌وار به هنر، رنج عمیق روحی و یه نبوغی که متاسفانه زمان خودش دیده نشد. داستانی که هم خیلی الهام بخشه، هم خیلی دردناک. بله. و شاید یه سوال خوب برای فکر کردن برای شنونده ها این باشه. چی؟ اینکه با توجه به این همه سختی و اینکه هیچ کس تو زمان خودش قدرشون ندونست، فکر میکنید اگه ون گوگ تو زمان حیاتش به شهرت و موفقیت میرسید، آها، مسیر هنریش یا حتی سرنوشت شخصیش چقدر فرق میکرد؟ سوال جالبیه واقعاً. جای فکر داره. از اینکه امروز تو این کاوش عمیق همراه ما بودید، خیلی ممنونیم. ممنون از شما.